سلام، اینجا ترمینال 1 فرودگاه مهرآباده و امروز من میخوام با هواپیمای چابهار از تهران به شیراز سفر کنم. بعد از اینکه از گیت امنیتی عبور کردم، چند دقیقه توی سالن ترانزیت منتظر موندم تا صدام کنن. از طریق جت وی سوار هواپیمای MD-83 هواپیمای چابهار شدیم. به رسم همیشه 2 ضربه به بدنه هواپیما زدم و روی صندلی نشستم. واقعا انصافا جای پای خوبی داره. ساعت 10:50 با تأخیر کوتاهی هواپیمای ما پوشبک خودش رو آغاز کرد. اینم یه بای بای از طرف آقای مارشالر. هواپیمای ما تاکسی خودش رو شروع کرد تا از باند 29 راست فرودگاه مهرآباد تیکاف خودش رو به مقصد شیراز انجام بده. اینم یه تیکاف بی‌نظیر و قشنگ و بی‌نقص از کاپیتان جهاد، خلبان محترم این پرواز. بعد از پرواز انبوه ماشین‌های پارک شده در محوطه شرکت‌های خودروسازی نظر منو به خودشون جلب کردن. راستی تا یادم نرفته بگم در روز پرواز نباید اطلاعات کارت پروازمون رو منتشر کنیم چون ممکنه برامون دردسر بشه. در حین پرواز به مجله‌ای که داخل کابین قرار داده بودن نگاه کردم. جالب بود که دانستنی‌های حقوق مسافر رو نوشته بودن و همچنین یه نگاه به کارت ایمنی پرواز انداختن. نکته قابل توجه تمیزی میز روبروی صندلی بود. خب دیگه کم کم وقت خوراکی رسیده. کیترینگ این پرواز یه ساندویچ، نوشابه، میوه تازه و یه شکلات بود. توی مسیر از بالای دریاچه صورتی مهارلو که بسیار زیباست عبور کردیم. اینم یه فرود بسیار نرم و آروم از خلبان‌های ماهر کشورمون. در نهایت هم هواپیما پس از فرود به کمک مارشالر و ماشین فالومی به سمت پارکینگش هدایت شد. با اجازه کاپیتان جهاد و تیم محترم امنیت پرواز یه سری هم به کاکپیت زدم. ممنونم هواپیمای چابهار. تا تجربه سفرهای بعدی، خدا نگهدار.